برادر عزیز بسیار خوش آمدید. ما از قدم رنجه کردن شما به خانه ما بسیار شدیم. برای که شما نخستین مهمونای خانه این. قدمتان نیک باشد. رحمت برای آمدگیتان. عید همتون مبارک شود. خداوند کریم با تو عید دیگر هممون صحت سلامت برساند. رحمت خانه‌تان پرفیض شود و خانه نو خانه فقط خوشبختی و روزهای نیک باشد. آمین. قبول باشید. آمین. این آش بینید، آشی پلوی ایدی. مرامه در بین خالی کنی. این بین خالی کنی کنیم. هر یک سنگ و درخت زبون میبره. بین خالی کنی. یا خوشک رفیده. بیا. آش در طبق چوبی. خانه تاجیک باید طبق چوبی باشد حتما. بیا. نه بشه. مردم ایران مثلا در نوروز در خونه‌شون حتما ماهی میمونن. ما هم همین از انعنه همون باباهامون ریشه‌های ما هم ایرانی هستیم. ما پیروی کرده ما در خونه در نوروز در بهار ماهی موندیم که البته میدونن مردم که رمز پاکی است، آزادگی است، رمز سیری و پوری است. برای خاطر در هر یک خانه آدم باید یک جانور زنده باشد. این ماهیچه‌تان چند تا است؟ یک تا است. ولی در آینده با امکان شرایط اقتصادی خوبتر شد با دوست دیگه میبریم. اینجا که خوراک بسیار قیمت است. اگر چیز قیمت است ما یک تا فقط جمعون یک ما بودو بیریان کده نخورند. بوده که ما با این ممکن یک روز میبینیم که نیست.